باورتون میشه فقط با رشته و چند قلم مواد میشه یه آش آبکشی خوشمزه درست کرد. رشته ها رو به آب در حال جوش اضافه کردم. بعد از 10 دقیقه آبکش کردم. روغن، نعنا، زردچوبه با هم دیگه تفت میدیم. یه مقدارم گل زرد بهش اضافه میکنیم برای خوش رنگ تر شدنش. ماست و کشک و با هم مخلوط میکنیم. دوغ بهش اضافه میکنیم. یه مقدارم سیر رنده شده. حالا رشته رو که آبکش کردیم به نعنامون اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. کشک و کم کم اضافه میکنیم. آب رشته رو که آبکش کردم دور نریختم بهش اضافه میکنم. 10 دقیقه تا یه ربع درب قابلمه رو ببندین. بعدش حاضره. با کشک و پیاز داغ تزیین کنید و نوش جان کنید. واقعا خوشمزه است. حتما امتحانش کنید.